سلام، وقت بخیر. سری داستانایی که برای خودم تو کار پیش می اومد و مطرح می‌کردم. الان می‌خوام این کارو بکنم. بچه‌ها فیدبک‌های خوب میدادن، لطف داشتن، پی وی پیام میدادن. شاید به درتون بخوره اینم. هفته پیش جمعه یه اتفاق افتاد توی یک کلاس حضوریمون. یکم تنش به وجود اومد بین استاد و شاگرد که من ندیده بودم تو این 14 سال به این شکل. معمولا خیلی حرفه‌ای‌تر برخورد میشه. دانشپذیر برافروخته اومد کلاس بیرون و در واقع من باید اینجا مدیریت بحران میکردم. به نظر من درس مدیریت بحران بود برای خودم. شاید آدم یه چیزایی خونده باشه، یه چیزایی دیده باشه، ولی اینکه بتونه تو اون لحظه تصمیم درست رو بگیره و اشتباه نکنه خب خیلی مهمه. اگه من تشدید تنش رو باعث میشدم خب معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. 5 6 تا کلاس حضوری، هر کدوم 3 4 نفر آدم حداقل. خب این بنده خدا رو کشیدم کنار، توضیح خواستم ازش. هیچی هم نگفتم، گذاشتم خودشو صحبت کنه، خالی کنه، من بشنوم. اون 70 مردم رو موثر اول بشنو بعد صحبت کن. صحبت که کرد، حالا با مذاکره پیشنهادایی که دادم، البته همه چی گفته شده بود سرفصل. در واقع استاد چندین سال با ما کار کرده بود تو برای وبینار، وایس، همه چی. اون چیزی که تو ذهن دانشپذیر بود یه چیز دیگه بود، حالا به اشتباه. من با مذاکره و اینکه در واقع این موضوع رو باید خصوصی میگرفتی و در واقع بیمه باشه دوره بعد با استاد دیگه بحث این شکلی رو جمع جور کردم. میخوام بگم که اگر در واقع تمرین نکنین که یا خودتون تو موقعیت قرار ندید به صورت ذهنی، بعدن اگه تو موقعیت واقعا قرار بگیرید احتمالاً تصمیم درستی نگیرید. من خب در واقع همچین موضوعی برام پیش نیومده، ولی تو ذهنم بود اگه همچین چیزی پیش بیاد باید چیکارا بکنم که تونستم خدا رو شکر خوب جمعش کنم. مرسی.